دولتی اعلام. تا آمدن گروه‌های آریایی به قسمت آریان‌های غربی در این سرزمین‌ها خلقیت‌های دیگر عمر به سر می‌بردند. در هزار ساله‌های 4 و 3 قبل از میلاد آنها در این سرزمین دولتداری می‌کردند. شهر با نام شوش شهری اقتصادی شده دهه و ناحیه‌های اطراف را به خود تابع می‌کند. در هزاره 4 قبل از میلاد شهرسازی، ساختمان‌ها و هنرمندی رواج می‌یابد. در شوش بینایی با حشمت خشتی برای حکومت ساخته می‌شود. از خرابه‌های آن مهرهای پیدا گردیدند که در بالای آنها هر گونه اشاره و رقم هاست. غیر از شهر شوش دیگر شهرهایی بودند که آنها شهرهای معموری بودند. دولت ایلام غیر از شهر شوش ولایت‌های کوهسار شمال، خوزستان و شیراز را در بر می‌گرفت. در همین دوره در وادی پارس زمینداری رونق می‌یابد. مقداری شهر و دهه‌ها زیاد گردیده جوی و کانال‌ها زیاد کافته می‌شوند. شهری انشان در این دوره یکی از شهرهای کلان به حساب رفته در هزاره 3 قبل از میلاد 130 هکتار را در بر می‌گیرد. دولت ایلام دولت غلامداری بود و از این غلامان شاهان و ثروتمندان و زمینداران خوب استفاده می‌کردند. در عصر 16 قبل از میلاد ایلامی‌ها در شمال با قبیله‌های کسیدها در جنگ شده شکست می‌خورند و بدین واسطه موقع خود را از دست می‌دهند.